الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروزم که باشد بهر شما عزیزان دل یک احادیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اطراف بیمار عیادت کردن چی فضیلت دارد. شاید یک برادر، یک خواهر یک روز گوش میکند، انشاءالله که به عیادت مریضا می رود. این امام ترمذی از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند. حدیث را میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر کسی تنها برای حصول رضای الله بیماری را عیادت میکند، میگه یعنی به عیادت به دیدار او بیمار می رود، یک منادی وقتی که از در اون خانه بیمار داخل می شود، یک منادی، یک ملائکه ندا می کند. یعنی او بنده نمیشنود این ندا را، لیکن اون ملائکه ندا می کند. چی ندا می کند؟ او را ندا می دهد که خودش آماده را چکا کرده است؟ در بهشت جای کرده است. اون ملائکه منادی میکند، ندا میکند که ای بنده، تو به این فعل خوبت، به این کار خوبت که به عیادت برادر مؤمنت آمده، تو یک جای در بهشت برای خودت آماده کردی. یعنی به سبب این عمل نیکت که به عیادت برادر مؤمنت آمده بیمار است، تو در جنت برای خودت مکان آماده کردی. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که در هر گوشه و کنار دنیا باشید، وقتی میفهمه که یک پدر، یک برادر بیمار هستن، به عیادت اینها بری. عیادت بیمار هم ثواب هم داره، هم طبق این حدیثی که الان در ترمذی روایت کرد گفتم، منادی برای تو ندا میکنه که تو در جنت برای خود مکان آماده کردی، بعد در جنت برای خودت مکان خریدی. و دیگر اینکه وقتی که بیمار رو میبینی قلب تو آرام میگیره، و اگر با تفکر داشته باشه با تن جسم صحت خودتو شکرانه میکنه. بیمار رو میبینه که 2 سال و 5 سال روی جاگه خواب است، میگوی که الله مهربان، من شکر میکنم که من تن صحت دارم، من چشم بینا دارم، من پای روا دارم که بنده طبیعی که 4-5 ساله که در روی جاگه خواب است. به همین خاطر عزیزان دل وقت زیادتون نمیگیرم، کوشش کنه که در هر وطن، در هر گوشه و کنار دنیا که باشه، میفهمه هر برادر، هر مومن مسلمانی که بیمار هستن به عیادت اونها بره تا که از این ثواب با نصیب گرده. الله متعال همه من شما را موفق بگرداند. آمین.